دوپامین، مولکولی با خواص شگفت انگیز. چگونه یک ماده خاص مغز میتواند فرایندهای عشقی، جنسی و خلاقیت را ایجاد کند و مسیر سرنوشت نوع بشر را تعیین نماید. نویسندگان دانیل لیبرمن و مایکل لانگ. میکرو شماره 1. دوپامین و سرنوشت انسان. چه چیزی ما را انسان می کند؟ امیدها و آرزوهایمان، قوه تخیلمان، امیال، برنامه‌ها و علایقمان؟ این سؤال آسانی برای پاسخ دادن نیست. اما تنها چیزی که می توان با قطعیت گفت این است که پاسخ این سؤال هر چه که باشد به یک مولکول کوچک بستگی دارد که توسط مغز تولید می شود. دوپامین، تنها یک سلول از 2000 سلول مغزی این مولکول جادویی را تولید می کنند. با این حال تأثیر این ماده شیمیایی و جادویی بر روی رفتار و افکارتان تعجب برانگیز است. دوپامین همه بخش‌های زندگی انسان‌ها از اعتیاد و التیام یافتن گرفته تا عاشق شدن و جنون و نبوغ را تحت کنترل خود دارد. آنچه در ادامه خواهیم گفت جمع بندی است از آخرین دستاوردهای علوم روانشناسی، عصب شناسی و مطالعات اجتماعی برای کشف قدرت‌ها و دام‌هایی که این ماده خارق‌العاده با خود به همراه دارد. در این میکرولرن به چنین پرسش‌هایی پاسخ داده می شود. چرا عاشقانه‌های پرشور برای همیشه دوام نمی آورند؟ چرا لیبرال‌ها و محافظه‌کاران برای کنار آمدن با یکدیگر روزگار سختی را می گذرانند؟ چرا هر از چند گاهی باید از روی تردمیل دوپامین پایین بیایید؟ میکرو شماره 2. دوپامین ماده امکان هاست. اگر از قبل درباره دوپامین شنیده باشید، احتمالاً می‌دانید که ماده است که به عنوان ماده حال خوب کن مغز شناخته می شود. پس از کشف این ماده شیمیایی در مغز انسان توسط کاتلین مونتاگو در سال 1951 دانشمندان به سرعت نام کشف او را ماده لذت بخش گذاشتند. به این دلیل که زمانی که این ماده در مغزتان حضور فعالی داشته باشد، در درون خود احساس لذت می کنید. تحقیقات فراتر بر روی موش‌های رت اثبات کرده است که فعالیت‌های دوپامین زمانی که موش‌ها غذای خوشمزه‌ای دریافت می‌کردند به بالاترین حد خودش می‌رسد. دانشمندان نام قسمت‌هایی از مغز را که درگیر این فعل و انفعالات می‌شوند مدار پاداش دوپامین گذاشته‌اند. طبق اصطلاحات دیگر علمی این نام نسبتاً ساده اما همچنین گمراه کننده است. حوزه تأثیرگذاری دوپامین بسیار بیشتر از زمینه محرک بودن و پاداش دهی است. روشن شده است که دوپامین در واقع اهمیتی به آن غذای خوشمزه نمی دهد. در اصل این ماده هیچ اهمیتی به چیزهای پیش بینی شده نمی دهد. در عوض دوپامین زمانی ترشح می شود که ما با چیزی جدید، غیر قابل پیش بینی و هیجان انگیز روبرو می شویم. هرچه این سورپرایز بزرگتر و بهتر باشد، مغز ما دوپامین بیشتری نیز آزاد می کند و احساس لذت بیشتری هم درون خودمان احساس می کنیم. بیشترین پاداش را زمانی کسب می کنیم که در پیشبینی پاداش خود دچار خطا شویم. به زبان دیگر، زمانی که پاداشی بزرگتر از آنچه توقع داشته ایم دریافت کنیم. مثلا این احساس خوشی را تصور کنید. موجودی حساب بانکیتان را چک می کنید و متوجه می شوید بسیار بیشتر از آنچه که فکر می کرده اید در آن پول دارید. این حس خوب حاصل از دوپامینی است که به خاطر اتفاقی پیش بینی نشده و خوب در سرتان ترشح می شود.
اخیراً دانشمندان ادعا کرده اند که مغز ما جهان را به دو منطقه مشخص تقسیم بندی می کند: نزدیک و دور. چیزهایی که می توانیم در هر لحظه ببینیم، لمس کنیم و یا احساس کنیم در دسته نزدیک طبقه بندی می شوند. هر چیزی که خارج از دسترسی سریع ما قرار دارد، چه چیزهای تمثیلی و مجازی و چه چیزهای حقیقی و عینی، در دسته دور قرار می گیرند. دوپامین شما را درباره چیزهایی که در دسته دور قرار می گیرند مشتاق و هیجان زده می کند و به شما انگیزه می دهد تا به دنبال کسب آنها باشید و به دستشان بیاورید. این چیزی است که شکارچی را تشویق به دنبال کردن حیوان در حال فرار می کند. به یک کارمند ساده شرکت انگیزه می دهد تا برای دریافت ارتقاء مقام مطلوب خود درخواست پر کند و یک مشتری را ترغیب به خرید آن ماشین جدید و زیباتر می کند. از نقطه نظری نوین این کاملا منطقی به نظر می آید. بالاخره غذایی که در دسترسمان داریم همینجا جلوی رویمان است، اما به نظرمان می رسد آن خوراکی که در اختیار نداریم می تواند زنده یا مرده بودن ما را تعیین کند و اینجاست که دوپامین زیاد می شود تا ما را به سوی دنبال کردن هدفهایمان سوق دهد. میکرو شماره 3. دوپامین باعث می شود تا در دام عشق بیفتیم و خودش نیز ما را از آن زده می کند. اگر تا کنون عاشق شده باشید، احتمالاً می دانید که این موضوع حسی جادویی دارد. دلیلش هم این است که دوپامین در رگ‌هایتان در جریان است. در اوایل یک ماجراجویی رمانتیک، ذهنتان مشغول پاسخ دادن به تمام احتمالات هیجان انگیزی است که در یک رابطه رخ می دهد. دوپامین دیوانه‌وار در ما آتش می سوزاند و باعث می شود که ما احساس سرخوشی، دیوانه بازی های بی منطق و دیوانه‌وار عاشق بودن را تجربه کنیم. مشکل اینجاست که روابط برای همیشه تازه و هیجان انگیز باقی نمی مانند و وقتی این تازگی ها کنار رود، دیگر دوپامینی هم تولید نمی شوند. هلن فیشر انسانشناس تخمین زده است که شور و اشتیاق در یک رابطه رمانتیک تنها بین 12 تا 18 ماه دوام می آورد و پس از آن بسیاری از زوجها برای ادامه رابطه خود دچار مشکل می شوند. این حس در آنها پیدا می شود که چیزی در رابطهشان کم است و با گذشت زمان فرق کرده است. حق هم دارند. یورش دوپامین از رابطهشان کم شده است. وقتی نقش دوپامین از رابطه ها حذف شود، بعضی ها از پارتنرشان جدا می شوند، به دنبال عشق دیگری می گردند و بعضی دیگر شروع به خیال بافی درباره شوق و ذوقی می کنند که یک رابطه عاشقانه جدید به همراه دارد. این به این دلیل است که دوپامین همواره به دنبال چیزهای جدیدتر، پرزرق و برقتر و بهتر می گردد. در واقع ثابت شده افرادی که به صورت طبیعی سطح فعالیت دوپامین بیشتری درون خود دارند، روابط بیشتری را نیز تجربه می کنند. احتمال بیشتری می رود که به خیانت روی آورند و با احتمال کمتری به ازدواج تن می دهند. اما حتی برای افرادی با میزان فعالیت دوپامین عادی نیز این می تواند سخت باشد که درباره یک رابطه قدیمی هیجان زده باقی بمانند. بنابراین آیا باید گفت هیچ امیدی به داشتن عشقی پایدار نیست؟ خب خیر، حتما هست. برقراری رابطه عاشقانه‌ای پرشور و حرارت تنها یکی از سطوح از عشق است. هنگامی که با کسی وارد رابطه محکمی می‌شویم، وارد مرحله بعدی می‌شویم. این همان جایی است که عشقی بر پایه همراهی و اتحاد آغاز می شود. این رابطه بر پایه احترام متقابل و روزانه به پارتنرتان بنا می شود. این نوع رابطه نسبت به عشقهای پرشور و حرارت از هیجان و نشاط کمتری برخوردار است،
اما در عوض ثبات و استواری بیشتری دارد و رضایت بخشتر است. عشق بر مبنای همراهی حساب آنچنانی به دوام و ترشح دوپامین در طرفین باز نمی کند، بلکه در عوض بر روی دسته دیگری از مواد شیمیایی تولیدی در مغز متمرکز است. نویسندگان آنها را مواد شیمیایی اینجا و اکنون مینامد. شما ممکن است درباره بعضی از آنها چیزهایی شنیده باشید. آنها مواردی مثل سروتونین، اندورفین، اکسیتوسین و اندوکانابینوئید هستند. همه این مواد برای این وجود دارند که از چیزهایی که در حال حاضر در اختیار داریم لذت ببریم. برای مثال این مواد در موقع خوردن یک غذای خوشمزه و یا تماشای غروب خورشید در کنار دریا در ذهنتان فعال هستند. مداری از مغز که مواد شیمیایی اینجا و اکنون را تولید می کند، تمایل دارد تا با عملکرد و تولید دوپامین رقابت و حتی بر آن غلبه کند. برای مثال وقتی خود را در یک رابطه طولانی مدت و استوار می‌یابید، مغزتان دوپامین کمتر و مواد شیمیایی اینجا و اکنون بیشتری همچون اکسیتوسین تولید می کند. در عوض وقتی دیوانه‌وار عاشق شده اید، میزان و سطح سروتونین به پایین تر از حد عادی افت می کند. میکرو شماره 4. داروهای اعتیادآور سیستم دوپامین ما را در هم می شکنند و عواقب مخربی را برای آن به همراه دارند. آیا تا به حال این حس را تجربه کرده اید که بسته های خریدتان را باز کنید و از خودتان بپرسید چه باعث شد که دوباره سوشرت جدیدی بخرید وقتی قبلی ها را هنوز استفاده نکرده اید؟ خب، پاسخ پرسش شما در این مواقع این است که خواستن یک چیز همیشه به معنای دوست داشتن آن نیست. همانطور که در قسمت قبلی نیز گفتیم، دلیلش این است که مغز از سیستم کاملا متفاوتی برای ایجاد لذت و اشتیاق در ما استفاده می کند. مدار اشتیاق با دوپامین گردانده می شود. این ماده باعث می شود از اعماق قلبمان بخواهیم که چیزی را داشته باشیم. مهم نیست این چیز چه باشد، غذا، کتاب و یا حتی یک سوشرت در فروشگاه که هیچ کاربرد جدید و متفاوتی برایمان ندارد. اما دوپامین اهمیت نمی دهد که آیا ما در نهایت از آن چیز واقعاً خوشمان می آید یا نه، و مسلماً هم اهمیتی نمی دهد که آیا در طول مدت آن چیز برایمان سودی دارد یا برعکس ضرر آفرین است. مواد اعتیاد آوری همچون الکل، کوکائین و شیشه جوری سیستم اشتیاقزایی دوپامین را به آتش می کشند که هیچ محرک طبیعی در واقعیت توان آن را ندارد. به همین دلیل است که مصرفشان تا این حد می تواند برایمان لذت بخش باشد. همچنین این موضوع همان دلیلی است که این مواد آنقدر اعتیاد آور هستند. متاسفانه زمانی که شما فعالیت‌های دوپامین در بدنتان را تا این حد بالا میبرید، در نهایت سطح آن به حالتی غیر عادی در شما پایین می آید. این اتفاق می تواند آنقدر احساس بدی برایتان به همراه داشته باشد که مغزتان از کار بیفتد و برخلاف تمام منطق و دلایل موجود برای دریافت دوباره آن حجم از دوپامین التماس کنید. برخلاف باور عمومی، افرادی که مواد مخدر مصرف می کنند به ماده شیمیایی اصلی آن معتاد نمی شوند، زیرا به سرعت ضعیف می شود. آنها در واقع به حجم عظیم یورش دوپامین در خودشان اعتیاد پیدا می کنند و هرچه مصرف کنند باز هم برایشان کافی به نظر نمی رسد. اینکه معتادان یک عادت مخرب همچون مصرف ماده مخدر را به خانواده، دوستان، حرفه و روابطشان ترجیح می دهند، نشان از ضعف مغز آنها بوده است. و جالب است که این انتخاب از نظر دوپامین ذهن آنها
بسیار هم منطقی به نظر می آید. در مورد مواد مخدر این به ضرر ماست که مدار اشتیاق با سیستم حافظه ارتباط مستقیم دارد. مغز ما به طرز خارق‌العاده‌ای همه جزئیات کوچک ما از لحظات نعشگی با دوپامین را به یاد می آورد. در گذشته تکاملی ما این امری مفید بود. فرد گرسنه‌ای را در جنگل در نظر بگیرید که مقداری غذای آماده در مکانی مخفی پیدا می کند. این سورپرایز دلپذیر باعث هجوم کوچکی از ماده دوپامین در مغز او می شود. بار دیگری که غذای مشابهی را پیدا می کند نیز مغز او مقدار کمی دوپامین آزاد می کند. این آزاد کردن دوپامین فرد را آماده کرده و درباره غذای احتمالی که در مسیر خود ممکن است پیدا کند هیجان زده می کند. اتفاق مشابهی هم برای معتادان به مواد مخدر می افتد. آنها با شرایطی روبرو می شوند که امکان مصرف مواد را برایشان مهیا می کند. اگر دوپامین تا این اندازه اعتیاد آور است، مغز ما چطور با خواسته های افراطی آن مخالفت می کند؟ همانطور که در ادامه خواهیم دید، این کار با آزاد کردن دوپامین های بیشتر در مغز انجام می شود. میکرو شماره 5. کنترل دوپامین کمک می کند تا اشتیاق دوپامینی خود را تحت کنترلمان درآوریم. مغز ما دوپامین را برای کاربردهای مختلفی استفاده می کند. یکی از آنها این است که ما را نسبت به چیزهایی همچون غذا، رابطه جنسی و مواد مخدر مشتاق نگه می دارد. اما خوشبختانه این تنها کاربردش نیست. همگی ما سیستمی در خود داریم که اشتیاق دوپامینی ما را کنترل می کند و آنها را تحت کنترل خود در می آورد. می توانید به آنها به چشم سوپاپ اطمینان نگاه کنید. این سیستم نیز از دوپامین ساخته شده است و مدار کنترل دوپامین نام گرفته است. این سیستم شامل لبه‌های جلویی مغز می شود. بخشی از مغز که در آن تفکر منطقی انجام می شود. وظیفه این لبها کنترل برنامه‌ها، استراتژی‌ها و تصورات ما برای آینده است. با وجود اینکه سیستم‌های کنترل و اشتیاق دقیقاً از یک ماده ساخته شده اند، اما کاربردشان کاملاً با هم متفاوت است. دوپامین اشتیاق باعث می شود که ما چیزی را عمیقاً بخواهیم و دوپامین کنترل هم کمک می کند که آن را به دست بیاوریم. فرض کنیم قصد دارید یک خودرو بخرید. اگر اجازه بدهید که دوپامین اشتیاق کنترل شما را به دست بگیرد، به سمت اولین نمایشگاه خودروی نزدیکتان می دوید و اولین خودروی سواری را که در آن دیدید می خرید. در حالی که با قدرت دادن به دوپامین کنترل می توانید کنترل وسوسه خریدی بی‌فکر و سریع را به دست بگیرید. دوپامین های کنترل باعث می شوند تا قبل از آن که کارت بانکیتان را به فروشنده بدهید، قیمت‌ها و خصوصیات ماشین‌های مختلف را مشاهده و با هم مقایسه کنید و در واقع باعث می‌شوند که شما از فرایند برنامه‌ریزی برای آینده‌تان لذت ببرید. تحقیقات نشان داده است که جریان بیشتر دوپامین در مغزمان باعث می‌شود که تلاش‌های بیشتری برای به دست آوردن چیزهایی که می‌خواهیم داشته باشیم انجام دهیم. آن موش‌هایی را که دانشمندان تحقیقاتشان را بر روی آنها انجام می‌دادند، به خاطر دارید؟ تحقیقات نشان داده است که یک موش معمولی اهرمی را که مکانیسم غذا آوردن برایشان را فرا می‌خواند، در حدود 1000 بار در 30 دقیقه فشار می‌دهند. اما از طرف دیگر موش‌هایی که به آنها داروهای سرکوب کننده دوپامین داده شده است، حداکثر نصف این مقدار اهرم را فشار می‌دهند. چیز دیگر این که آن مکانیسم هر بار که موشها اهرم را فشار می‌دادند، غذا را به ظرف آنها منتقل نمی‌کرد. نه، موشها باید واقعاً بارها و بارها برای به دست آوردن غذای خود تلاش می‌کردند. هر چقدر که تعداد فشار دادن‌های اهرم بیشتر می‌شد،
موش‌هایی که مقدار دوپامین کمی در خود داشتند، انگیزه خود را برای غذای بیشتر از قبل از دست می‌دادند، تا جایی که وقتی تعداد فشردن اهرم‌ها به 64 بار رسید، عملاً جا زده و اهرم را رها کردند. دانشمندان هیچگاه دوپامین را از انسان جدا نکردند، اما آنها می‌دانند که در بعضی از افراد میزان دوپامین کنترل کمتر از بقیه است. آنهایی که از اختلال کم توجهی رنج میبرند به نظر میرسد که اغلب در این دسته افراد قرار میگیرند. در نتیجه اغلب مشغول سرکوب حواس پرتی ها و خواسته هایشان هستند و بیشتر اوقات تمرکز کردن برایشان سخت به نظر میرسد. از سوی دیگر افرادی که دوپامین های کنترلشان بسیار فعال است، بیشتر تمایل دارند که منطقی و هدفمند به نظر بیایند و بیش از آنچه انتظار می روند با انتخابهایشان سود کنند. آنها کمتر احساساتی هستند، یعنی در مواقع استرسزا می توانند خونسرد عمل کنند. اما علاوه بر این خصوصیاتشان جنبه دیگری را نیز در آنها به وجود می آورد. سلطه فراگیری که دوپامین کنترل بر فعالیت‌های روزانه آنها دارد، باعث می شود که نتوانند آنطور که باید از انجام کارها و به دست آوردن هدفهایشان لذت ببرند. در ادامه مطالب بیشتری را درباره تأثیرات و نتایج وجود بیش از حد دوپامین در خود خواهیم گفت. میکرو شماره 6. دوپامین میتواند در ما نبوغی خلاقانه یا یک ناراحتی عصبی مخرب و یا هر دو را ایجاد کند. مغز ما از دوپامین کنترل برای برنامه ریزی، خیال پردازی و طراحی استراتژی های خود استفاده می کند. چرا؟ زیرا این عوامل کمک می کنند تا آینده ما بهتر از حالمان شود. اما دستیابی به این هدف به معنای فکر کردن به غیر معمولها و ایجاد کردن ارتباطهایی جدید میان چیزهایی است که به نظر نامرتبط می آیند. اینجا همان نقطه است که پای خلاقیت به میان می آید. خلاقیت مهارت ایجاد ارتباطهای جدید و اغلب غیر عادی است. هنرمندان، موسیقیدانان و نویسنده ها تمایل زیادی دارند تا مغزشان پر از دوپامین باشد، زیرا این به آنها اجازه می دهد تا به مسیرهای جدیدی فکر کنند که کسی تا به حال نرفته است و به ارتباطاتی میان چیزهای مختلف دست یابند که تا به حال به ذهن کسی نرسیده است. اما روی خلاقانه دوپامین جنبه دیگری نیز دارد. زمانی که فعالیت‌های دوپامین خارج از دسترس باشند، افراد ممکن است اوهام، پندار بیهوده و دیوانگی را تجربه کنند. این اغلب در بین افرادی که اسکیزوفرنی یا اختلال دو قطبی دارند معمول است. اگر هنرمندان، موسیقیدانان و نویسندگان حرفه‌ای را با افراد شاغل در سایر صنایع مقایسه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که خلاقیت آنها به احتمال بیشتری ممکن است که ریسک حمل کردن ژن‌های اسکیزوفرنی و دو قطبی بودن را با خود به همراه داشته باشند و افرادی که دچار اسکیزوفرنی یا اختلال دو قطبی هستند اغلب هنرهای اعجاب‌انگیزی را در طی بیماری خود خلق می کنند. خب پس چه ارتباطی میان خلاقیت و ناراحتی‌های روانی وجود دارد؟ به نظر می رسد پاسخ این سوال نیز با پرسش‌های دیگر مشترک است. دوپامین برای مثال یکی از شایع‌ترین علائم اسکیزوفرنی توهم زدن است. افرادی که به اسکیزوفرنی مبتلا هستند اغلب اعتقاد دارند که دارند توسط افرادی تعقیب و یا کنترل می شوند. چطور دوپامین می تواند چنین باور عجیب و غریبی را در فرد ایجاد کند؟ پاسخ به این پرسش مربوط می شود به مفهوم روانشناختی برتری داشتن. این مفهوم میزان اهمیت شخصی چیزی برای ما را توصیف می کند.
دوپامین برای برتری داشتن خیلی خوب است. دوباره آن فرد گرسنه را تصور کنید که این بار در یک جنگل دور افتاده یک سطل بزرگ پر از بلوبری پیدا می کند. هرچه او گرسنه تر باشد، در هنگام یافتن بلوبری ها دوپامین بیشتری در مغزش آزاد می شود. این دوپامین ترشح شده او را متقاعد می کنند که بلوبری ها برای بقا و جان سالم به در بردن او در آنجا نقش حیاتی را بازی می کنند. اما اگر دوپامین بد عمل کند، هر چیزی در دنیا می تواند برای فرد بسیار حیاتی و ضروری به نظر برسد. خود را در حال تماشای تلویزیون تصور کنید. خبرنگاری را مشاهده می کنید که دارد درباره برنامه هسته‌ای صحبت می کند. ناگهان دوپامین برتری شما در درونتان غوغایی به پا می کند و مغزتان ارتباطی را در خود شکل می دهد. شما حالا قانع شده اید که این برنامه هسته‌ای ارتباط تنگاتنگی به شخص شما و زندگی روزمره تان دارد. سطح بالایی از دوپامین می تواند افراد را قانع کند که چیزهای اتفاقی و بی اهمیت به طرز ویژه‌ای به آنها مربوط می شوند. این منطق اساس توهم زدن در بیماری اسکیزوفرنی است. بسیاری از ما تجربه خاصی از قدرت خارق‌العاده دوپامین در به وجود آوردن خلاقیت در درونمان داریم. این ماده شیمیایی وقتی ما خواب هستیم بسیار فعال است و در نتیجه خوابهایمان اغلب تصویر بسیار درهم و برهمی از چیزهای نامرتبط هستند. میکرو شماره 7. سطح دوپامین های فعال می تواند بر روی باورهای سیاسی من هم تأثیر بگذارد. در سال 2002 محققانی از دانشگاه ویرجینیا نتیجه مطالعات خود را در زمینه شخصیت و باورهای سیاسی منتشر کردند. این نتایج در واقع تأییدی بود بر افکاری که باقی مؤسسات علمی نیز بر آن هم عقیده بودند. این تحقیق نشان می‌داد که لیبرال‌ها بیشتر تمایل دارند تا بخشنده و اجتماعی باشند. از سوی دیگر محافظه‌کاران بیشتر متمایل به تمامیت خواهی هستند. حقیقت اما دقیقاً برعکس این نتایج است. 14 سال بعد محققان آن مطالعه اعتراف کردند که داده‌های اطلاعاتیشان قاطی شده بود. در واقع لیبرال ها هستند که متمایل به تمامیت خواهی‌اند و محافظه‌کاران خیر و اجتماعی اند. این قاطی شدن داده ها را کنار بگذاریم و بیایید سؤال اصلی را که در اینجا مطرح شده است بپرسیم. این تمایلات چطور میتواند توضیح داده شود؟ بار دیگر پاسخ این پرسش نیز دوپامین است. لیبرال ها اغلب به دنبال تازگی اند و دوستدار فرایندها. هر دوی اینها مشخصه های تحت امر دوپامین هستند. از طرف دیگر محافظه‌کارها تمایل دارند تا بیشتر نگران لحظه حال خود باشند. آنها عملگرا و ضد تازگی هستند. این مشخصات از مواد شیمیایی اینجا و اکنون نشأت می‌گیرد که پیشتر درباره‌شان صحبت کردیم. یکی دیگر از یافته‌هایی که این ارتباط را تقویت می‌کند این است که لیبرالیسم از آیکیوی اندکی بیشتر نشأت می‌گیرد. در این تحقیق افرادی که خود را بسیار لیبرال توصیف کرده بودند از آیکیوی متوسط 106 برخوردار بودند و کسانی که محافظه‌کار شناسایی شده بودند از میانگین آیکیوی 95. مسلماً این نتایج به این معنا نیست که لیبرال ها باهوشتر هستند. تست آیکیو تنها یک مشخصه از هوش را اندازه گیری می کند. تفکر انتزاعی شما را که همچون خلاقیت هنرمندانه این موضوع هم تحت تأثیر دوپامین قرار می گیرد. مغز افراد محافظه‌کار اینطور که به نظر می رسد بیشتر به مواد شیمیایی مغزی اینجا و اکنون مجهز شده است. ذهن آنها بیشتر به این تمایل دارد که بر روی کاری که اکنون پیش رویشان است متمرکز بماند.
آنها به راه حل‌های عملی بهای بیشتری نسبت به برنامه‌های انتزاعی می‌دهند و بیشتر از بقیه نسبت به تغییرات مشکوک و بددل هستند. این موضوع می‌تواند چرایی این که همیشه محافظه‌گران در تقابل با سیاست‌های لیبرال‌ها قرار می‌گیرند توضیح دهد. اما میزان دوپامین و مواد اینجا و اکنون همیشه ثابت باقی نمی‌ماند. دانشمندان و سیاستمداران می‌دانند که می‌توانند میزان این دو را دستکاری کنند. برای مثال بسیاری از کمپین‌های سیاسی با سرکوب کردن ترس موضع‌های محافظه‌کارانه را ارتقا می‌دهند. همان احساسات شدید اینجا و اکنونی که دوپامین لیبرالی را سرکوب می‌کند. بخش دیگری از تحقیقات نشان می‌دهد که وقتی مردم نحوه تفکر انتزاعی وابسته به دوپامین را تمرین می‌کنند، در برابر عقاید لیبرالی با استقبال بیشتری عمل می‌کنند. این نشان می‌دهد که باورهای سیاسی ما درست همچون ساختار ذهنیمان ثابت و سخت نیست و می‌تواند تغییر کند. میکرو شماره 8. دوپامین به انسانها اجازه می دهد که بر دنیا فائق آیند. دوپامین باعث می شود که دائما به دنبال تجربه چیزهای جدید باشیم و هرچه ذهنمان به این ماده شیمیایی بیشتر میدان دهد، تأثیر آن بر روی رفتارهایمان بیشتر می شود. این به خوبی توضیح می دهد که چرا افرادی با نسخه مشخصی از گیرنده های دوپامین D4، ژنی که برای گیرنده های دوپامین کار ترجمه و انتقال را انجام می دهد، تمایل بیشتری به پذیرش ریسک، هیجان و اشتیاق برای آموختن چیزهای جدید دارند. در سرتاسر جهان تنها 20% ساکنین زمین این گونه ژن را با خود به همراه دارند که به DRD47R شناخته می شود. نکته جالب ماجرا اینجاست که پراکندگی این ژن در نقاط مختلف جهان میزان متفاوتی دارد. در آمریکای شمالی 32% افراد دارای آن هستند، اما 69% بومیان آمریکای جنوبی این ژن را دارند. برای آنکه بفهمیم چرا این گونه است، باید به منشأ اولیه گونه انسان‌ها برگردیم. انسان مدرن در حدود 200,000 سال پیش در آفریقا رشد و نمو می‌کرد. 1000 سال قبل از آنکه گروهشان شروع به پخش شدن در سراسر کره زمین کند، آنها در حدود 75,000 سال قبل به آسیا رسیدند و در حدود 30,000 سال بعد از اروپا سر درآوردند و تا 14,000 سال پیش نتوانستند تا در گوشه و کنار انتهایی آمریکای شمالی در نقشه سکنا بگزینند. هنگامی که محققان این الگوهای مهاجرتی را با الگوی پراکندگی ژن‌های 7R در جاهای مختلف دنیا مقایسه کردند، چیز فوق‌العاده‌ای را کشف کردند. هرچه جمعیت انسان‌ها از آفریقا دورتر شدند، درصد 7R نیز در میان آنها بیشتر شده است. به نظر می رسد افرادی که دنیا را بیشتر گشته و کشف کرده اند، با بیشتر شدن فعالیت‌های دوپامین در درون ذهنشان پاداش خود را گرفته اند. این به نظر منطقی هم می آید. به هر حال ماجراجویی و ریسک پذیری به شما در زمانی که به سوی ناشناخته ها گام برمی دارید یاری می دهند. طبق مشاهدات، مردمی که در آمریکا زندگی می کنند به نسبت جوامع آسیایی و اروپایی سطح دوپامین بیشتری دارند. برای مثال آمریکا دارای بالاترین آمار موارد ابتلا به اختلال دو قطبی در جهان است. در حال حاضر بیش از 4% جمعیت آمریکا به این اختلال مبتلا هستند. اختلال دو قطبی شرایط روانی است که به صورت مستقیم با سطح فعالیت دوپامین در مغز مرتبط است. در ژاپن، جامعه‌ای که آمار مهاجرت در آن نزدیک به 0 است، این بیماری تنها شامل حال 0.7% جمعیت است. خب چرا مردم آمریکا این سطح بالا از دوپامین را در خود دارند؟ شاید به این دلیل باشد که آمریکا مهد مهاجران است.
مردمی که آنقدر ماجراجو هستند که سفری به سوی دنیای جدید داشته باشند. اغلب افراد خارجی آمریکایی ها را افرادی امیدوار و مثبت، سرمایه گذار و خستگی ناپذیر می دانند. برای مثال نویسنده فرانسوی الکسیس د تاکول در کتاب کلاسیک قرن 19 خود به نام دموکراسی در آمریکا یک فصل کامل را به توصیف اشتیاق و جدیت فوق‌العاده آمریکایی ها اختصاص داده بود. میکرو شماره 9. شادی به معنای یافتن تعادلی میان هجوم دوپامین و آرامش مواد مغزی اینجا و اکنون است. دوپامین منبع اشتیاقها، سرسختیها، خلاقیتها و حتی باورهای سیاسی ما است. برای اغلب ما اینها کمیت‌هایی هستند که کیستی ما را مشخص می کنند. به این معنا که در میان تمام مولکول‌ها و مواد موجود در مغز، ما هویت خود را مدیون دوپامین هستیم. چیز عجیب این است که دوپامین بخش کوچکی از مواد شیمیایی مغز ما را به خود اختصاص می دهد. در واقع بسیاری از خصوصیات شخصی ما هیچ ربطی به دوپامین ندارند. با این وجود ما اغلب به زندگی خود از لنزهای دوپامین نگاه می کنیم. این ماده باعث قدرتمندی و پیشرفت ما می شود، زیرا دوپامین ما را ترغیب به خواستن بیشتر و بیشتر می کند و این باعث حرکت ما به سوی جلو می شود. هزاران سال پیش این خصوصیت حتی در بقای ما نیز تأثیرگذار بوده است. اما در دنیای مدرن امروزی بیشتر همیشه به معنای بهتر نیست و راه پیش رو همیشه منتهی به شادی نیست. جامعه مدرن همواره مسیری از زندگی را تشویق می کند که از فعالیت‌های دوپامین ناشی می شود. ما یاد گرفته ایم که همواره باید به دنبال چیزهای بیشتری باشیم، دستاوردهای بیشتر، سرگرمیهای بیشتر، مصرف بیشتر. در مقیاس جهانی این جهانبینی همواره عواقبی ویرانگر داشته است. برای مثال سرعت تولید و مصرف ما باعث تغییرات آب و هوایی غیرقابل جبرانی شده است. در سطح فردی این به نظر بسیار واضح و شفاف است که شادی نمیتواند با ساعتهای متمادی و طولانی کار کردن، زیاده از حد مصرف کردن و ناتوانی در احترام گذاشتن به چیزهایی که از قبل داشته ایم و در اختیارمان است، ناشی شود. متاسفانه مغز ما برای این منظور خلق نشده است که ما را شاد سازد، بلکه طوری طراحی شده که ما را زنده نگه دارد. به همین دلیل است که پاسخ آن به دوپامین، ماده بیشتر و بیشتر خواهی، بسیار کم و محدود است و به همین دلیل است که خوشحالی فرایندی است که مستلزم تلاشی مداوم است. بهترین راه برای داشتن زندگی پر از شادی و رضایت این است که بتوانیم میان خواسته های آینده نگرانه دوپامین و آرامش حال نگرانه مواد شیمیایی اینجا و اکنون تعادلی برقرار کنیم. اینجا این کار مستلزم این است که از روی تردمیل خواسته ها و وسوسه های دوپامینی پایین آمده و تلاشی آگاهانه برای توجه بیشتر به لذت آرامش بخش حاصل از مواد اینجا و اکنون انجام دهیم. یک راه برای ایجاد تعادل میان این دو، ایجاد عادت‌هایی است که هر دو را شامل بشود. برای مثال، ورزش، آشپزی، باغبانی و درست کردن کاردستی کارهایی هستند که آرامش اینجا و اکنون و روحیاتی بر مبنای دوپامین را که نیاز به برنامه ریزی و طی کردن فرایند متناسب دارد، درون ما ایجاد و تثبیت می کنند. بنابراین اگر بتوانیم تعادل مناسبی میان دوپامین و مواد اینجا و اکنون برقرار کنیم، می توانیم به سمفونی موزونی از انگیزه داشتن و رضایتمندی، محرک‌ها و لذت‌ها و فرایندها و آرامش در درونمان برسیم. میکرو شماره 10. سخن پایانی.
دوپامین ماده شیمیایی است که ما را به زیاده خواهی‌های بی‌پایان ترغیب می‌کند. این ماده اشتیاق‌های ما را شکل داده، به تخیلاتمان خوراک می‌دهد و برای آینده‌مان برنامه‌ریزی می‌کند. این ماده نقش کلیدی بر روی عشق، اعتیاد، خلاقیت و سیاست بازی می‌کند. هر چقدر سیستم دوپامین فردی فعالتر باشد، گشتن به دنبال تازگی‌ها، ریسک پذیری و کنجکاوی در آن فرد نیز پررنگتر است.